سوال من همین است که در یک برادر سوال داد نقل کرد برای من، گفت همین را جواب شپرس. در یک سایت وقتی که دعوت شروع میکنه در همون حالت بسیار دعوت میکند، یک دختر ناگهان با یک دختر شناس میشود، طول 3 ماه با او گپ میزند با تلفن و فقط به خاطری که او را بزنی بگیرد و دختر اول خودش میگوید که مرا بیا بزنی بگیر. بعد پسر هم راضی میشود، میگوید که با پدر و مادرت مصلحت که پدر و مادر خود را روان میکنم. بعد وقتی که کار رو دراز میکند این دختر، این پسر زنگ میزنه با مادر همو، نومیره مادرش از دیگر کس میوبده، زنگ میزند میگوید که همین خیلی با دختر شما مقصد ازدواج کردن میخوان. بعد پدر و مادرم رو روان میکنه میگوید و مادر او گریه میکند، میگوید که دخترم شوهر دارد، قسم میخورد که دخترم شوهر دارد. بعد او پسر سوال میکند شوهر دارد یا برآمدگی است؟ میگوید شوهر دارد، در خونه شوهرش است روزی. بعد نصیحت میکند او رو که میگوید که دخترت رو تلفنش رو بگیر که در همو سایت بسیار عادت کردگی است، باز میدراید. مثال او با پسر هم دیدگی است که با دیگر نومرها هم میدراید در اون سایت و مادرش هم خیلی نصیحت میکنه، مادرش راضی میشه، مصلحت میکنه، میگه که خیلی ما تلفن هم میگیریم. بعد 10 روز، طول 10 روز ایبان میگذارد که باز چند بار دیگه در همون درون سایت میقپد و دختر و همون پسر دختر رو میقپد و دیگر بچه ها هم صحبت میشود، هم الوهیده هم در گروپ هم خیلی آبشی و دختر رو میقپد چند بار دیگه. باز با مادرش بعد 10 روز 13 روز زنگ میزنند، میگوید که باز دخترت میدراید، مقصد تلفنش رو بگیر. باز یک بار دیگر میرسوند همین چیز رو. همون روزی که زنگ میزند پگاش با میدراید با یک ساعت دیگه وقتی که او رو دستگیر میکند در همون درون خیلی میکنه که همون نامیر سایت هم میآبده، زنگ میزند که شوش میبردارد، شوهرش میبردارد و شوهرش بوده است، با نامیر شوهرش در همون سایت میدر آمده است. بعد با شوهرش صحبت میکنه، میگوید زنت همین خیلی کار میکند، همش رو مصلحت میکنه، همش رو میرساند. شوهرش میگوید که اگر من زنم رو بخشم و همین کار را اصلاح کنم شریعت اجازت میداده باشد. من گفتم که این چیز رو نمیدونم و سوال میدیم. وقتی سوال دادم از یک دوملا، او جواب داد، من جواب رو روان کردم و یک روز انتظار شدیم که جواب نخوان و من زنگ زدم که برادر همو پسر برداشت، همو شوهرش برادرش برداشت، از این واقعه خبردار شد. وقتی که زنگ زد من خبردار شد و با همو برادرش گفت اسلوبی مونده که یا مرا انتخاب میکنی یا زنت رو، و او رفته همو زنش رو سر میدهد، یعنی طلاق میدهد و در اینجا اون پسر گناهگار میشود یا نه؟ فقط نیت او پسر که از این کارها دور شود اون دختر. به هر حال گناه را به یک اسلوب باید انکار کرد که آورده به اویل و ویرانشوی نرساند. بله این خیلی حادثه ها میشد، لیکن به یک اسلوب خیلی که اولش با مادرش گفت نش بهتر بود، بعد یک بار دوباره آگاه کرد همه بس بود. مثلا تا برادری داماد آگاه کردن و این چیزا شرط نبود. مقصد این مسئله هایی که بین زن و شوهر، گناه های آدم های هر چقدر بهتر خوب پوشیدن است. فقط به یک نفری که او را نصیحت میکند و خاطر رسانی میکند و او را از این گناه نگاه میدارد همون انسان های با خبر کرده میشد، لیکن عام کرده فاش کرده نمیشد. حالی بعضی آدم ها یک گناه یک دختر یا یک بچه اگر خپن در حال در اینترنت میمونن این فلانی فلان کار کرده. این کارا نادرست است، این تشییع فاحشه است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم. الله تعالی میگه که آنهایی که دوست می‌دارن که فاحشه در بین مسلمانان پهن شود برای آنها عذاب علم آور است. باید این خلق عملهای پوشیده شود، یعنی در حالت پوشیدگی نصیحت کرده شود، نه این خیلی آشکارا کرده شود که باعث جدا شدن اون عائله نشود. اگر فقط هم با تلفن ها گپ زده باشد و همین خیلی گپ ها گفته باشد، غالبا برای چی میکند؟ برای چی من شوهر میکنم و شوهر ندارم میگه.
شاید پول میگیرد، چون که تا گرفتن میداند که مردها خودشون سخی نشان میتین. اکثری مردها ناگاه میبیند که بعد نکاح آدمی ممسوک به همین راه بعضی هاشون پول کار میکند، یا بعضی هاشون فقط برای گذرانیدن وقت نعوذ بالله شیطان زینت میدهد، یا بعضی ها میبیند که یکی اگر یکم شوهری ناز بخوره از این جدا میشن و اون میرسن نعوذ بالله. این قناعت نکردن به آن چیزی که الله تعالی داده است. اگر بنده به آن نعمتی که الله تعالی داده است از حلال و پاک خاصتا قناعت کند، الله تعالی عوضی نیک میدهد. البته آرزوی آدمی نمیمیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم باری یک خط کشیدن، خطی 4 کنجه، بعد از بین و یک خطی کشیدن از 4 کنجه بیرون. خلاصه گفتن که همین 4 کنجه اجلی آدم است، این خطی بیروننگی آرزوش است. یعنی با آرزوش نارسیده از دنیا میگذرد. آرزوی چی تمنیاتی که میخواهد بنده، میخواهد این خیل باشد، میخواهد اون خیل باشد، اون آرزوهای، آرزو دیگر چیز و امید دیگر چیز. امید چیزی که به وی رسیدنش نزدیک است، آرزو فقط خواهش و تمنا. انسان این دنیا خوب بداند که این دنیا یک معبر است، یا راهگذر جا است. ما از اینجا به حیات جاویدانی میرویم. بنابراین حیات آخرت چه فکر کند؟ این خیانت به شوهر، خیانت به پدر و مادر، به برادر و دادر، به نزدیکانش است. البته اینا بی‌عقل هستند، نصیحت کرده میشن، لیکن خیلی نیکی مثلا به همین جرم طلاق دهید. البته وقتی که وای این کارها رو کرده است، این البته کمبودی شما هم است، یعنی کمبودی شوهرش است که حتی همین درجه بی‌نظارت مونده است که وای خودش حال دختر و شوهر ناکرده و چه خیلی وای با مادرش تلفنش میداده است که میداند که شوهر دارد. سبحان الله. الله تعالی میگه که ان کیدکن عظیم، حیله و نیرنگ شما بزرگ است ای زنها. الله تعالی میگه که ان کید الشیطان کان ضعیفا، کید شیطان ضعیف است. گفت وسوسه شیطان، نیرنگ شیطان ضعیف. آدم میفهمد که این وسوسه های شیطان است، لیکن ان کیدکن عظیم، کید زنها بزرگ است در سوره یوسف. برای همین شوهرها یعنی کمتر هوشیار میشید، یعنی از حد و حدودم گذرانیده به حلالم رشک کرده و به سایش رشک کردنم نادرست است. بیهوده به سایه رشک کرده، به سایه‌اش رشک کرده او را زدن، این کارا افراط است. تفرید همین بی اهمیتی. زنک در دستش تلفن، چی کارایی نمی کند. چندین آدم به خودش پیشنهاد کرده شوهر ندارم، گفته شوهر بیخبر. این تفرید است. یعنی در این حالت ها مردها باید خودتون گناهکار حساب کنید. شما سیاست نداشتید، شما هیبت نداشتید، شما خودتون در دستان تلفن در میخواد زن کافته گشتید و یا میخواد به دیگه کس واقعا زنها شکایت میکنند که این مردهای ما تربیه فرزنده اون طرف است، خودش ولی به تربیه محتاج است. ساعت یکی شب میبیاد در دستش تلفن و همون تلفنش مشغول است، میگه به زن نگاه نمیکند. بعد اون زنکم یک تلفن میگیره، یک گوشک میگیره، میخواد کردم میگیره. بنابراین مردها اول خودتون رو گناهکار حساب کنید وقتی که زناتون خیانت میکنن، بعد از زنهاتون خفه شوید. بله، برای اینکه شما یعنی وظیفتون اجرا نکردید که به همین راه ها قدم بزنید. الله المستعان.